بحران اقتصادی در جهان بسیاری از شرکت‌ها را زمینگیر کرد و دولت‌ها را وادار نمود تا مسکن‌های پرهزینه تجویز کنند. در همین اوضاع و احوال برخی سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی به گونه‌ای عمل کرده‌اند که مورد توجه بوده. البته مورد توجه کارشناسان بین‌المللی. ما بحران رو بر پایه اقتصاد می‌بینیم که دلایل داخلی و خارجی داره. مهم اونه که بحران به فرصت تبدیل بشه. ایران هم میتونست تحت تاثیر بحران جهانی قرار بگیره، اما ایرانی‌ها روش‌هایی داشتن که تونستن آسیب نبینند. مایکل دوکسل، رئیس شبکه جهانی کیفیت و از مدیران شرکت DQS، یک شرکت معتبر اروپایی که در سراسر جهان به شرکت‌ها یا سازمان‌هایی که مدیریت کیفیت موفقی داشته‌اند، گواهینامه استاندارد کیفیت اعطا می‌کند. حالا توجه این شبکه به سمت شرکت‌های دولتی و خصوصی ایرانی جلب شده. بر مبنای مدل‌های جهانی که وجود داره، اینا رو ارزیابی می‌کنیم، کارکردشون و پیشرفت سالانه‌شون که یه فرم داریم می‌فرستیم، سوال می‌کنیم ازشون. خیلی از شرکت‌های ما دارن واقعاً با شرایط سنگین دارن خیلی قشنگ کار می‌کنن. اینایی که برنده جایزه شدن همونان. به عنوان مثال بانک مهر با جذب 4% سهم بازار پولی کشور، رشد 87% منابع در بین بانک‌ها و پرداخت بالاترین درصد وام قرض الحسنه با توجه به منابع موجود حائز رتبه برتر شد. با توجه به اینکه در فعالیت پولی و بانکی بحث فناوری اطلاعات از یک طرف و نیروی انسانی از طرف دیگه دو تا عنصر اساسی هستند در انجام این فعالیت، با توسعه سرمایه‌گذاری در این دو عامل مهم سعی کردیم که خودمون رو آماده بکنیم برای اینکه هم چالش‌های فعلی و هم چالش‌های آتی رو بتونیم پاسخگو باشیم. پالایشگاه آبادان به دلیل افزایش ظرفیت تولید بنزین و دستیابی به 6.5 میلیون لیتر بنزین در روز و فولاد اسفراین به دلیل تولید آلیاژهای فولادی خاص تحریم شده هم مورد تقدیر قرار گرفتند. بین ایران و استرالیا نمیتوان مقایسه کرد. ایران با تحریم ها مواجه بوده. البته نمیتوان گفت که ایران از تحریم ها رنج برده، چون اتفاقات مثبتی در کشور شما رخ داده. فعالان اقتصادی در ایران با وجود مشکلات فراوان تلاش می‌کنند فضای کسب و کار و تجارت را منطبق با استانداردهای بین المللی کنند.